Brace yourselves. It's gonna smash us into the hull. I think it's me. سلام، خیلی خوش اومدی به اولین ویدیو چنل. امروز میخوام در مورد بازی دد اسپیس که ژانر بقار ترسناک و علمی تخیلی رو داره قصد دارم بازی رو معرفی کنم. این بازی سوم شخصه که میتونید بازی رو آفلاین انجام بدید. این بازی از بازی‌های مثل سایلنت هیل و رزیدنت ایول الهام گرفته شده است. بازیکنان نقش آیزاک کلاک را در اختیار دارند. This transformation, it's remarkable. بازی درباره یک سفینه استخراج کننده است. در پی کشف ماده‌ای به نام مارکر توسط هیولاهای مرگبار به نام نکرومورف اشغال می‌شود. بازیکنان مهندس آیزاک کلاک را کنترل می‌کنند. پس که علاوه بر راهیابی سفینه با مبارزه با نکرومورف‌ها باید با روانپریشی فزاینده خود نیز مبارزه کنند. گیم پلی به صورتی است که آیزاک مناطق مختلف در حین داستان بررسی می‌کند. معماهای محیطی را حل می‌کند و برای بقا و اسلحه تجهیزات پیدا می‌کند. امیدوارم ویدیو امروز موثر بوده باشه. لایک و کامنت های زیباتون رو واسم بذارید. بدرود.